کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به دقت شهروندان و میهمانان کشور می‌رساند که طبق معلومات اگنتی هواشناسی در ناحیه‌های کوهستان و دامنه‌کوه جمهوری خطر آمدن سیل‌ها در محل‌ها تا آخر هفته باقی میماند. در رابطه با این کمیته ایالت‌های فوق‌العاده به شرکت‌های سیاحی و شهروندان توصیه می‌دهد که در این روزها از رفتن به نزد آب‌انبارها، خط‌سیرهای سیاحی و سیر و گشت‌ها در کوه‌ها دست کشند. همچنین کمیته از اهالی دعوت می‌کند که در چنین روزهای بارانی و خطرآور از سفر از طریق راه‌های کوهی و عقبه‌ها، رفتن به جمع‌آوری گیاه‌های شفابخش، غنچینی هیزم، جمع‌آوری زنبروغ، مویداری و شکار خودداری نمایند. کمیته همچنین به اهالی یادآور می‌شود که جویبارها، سیل‌راه‌ها را از هر گونه خس و خسروبه‌ها پاک کنند تا آب مجرای خود را دیگر نکند و وارد حوله نشود. از رانندگان هم تقاضا شده است که قاعده‌های حرکت در راه به خصوص سرعت و فاصله را قطعاً رعایت کنند و حد الامکان شبانه با ماشین به سفر نبرایند. در صورت پیش آمدن حالت‌های فوق‌العاده از همه خواسته می شود که به رقم 112 و یا به قسم نوبتداری کمیته ایالت‌های فوق‌العاده زنگ زنند. یادآور می‌شویم کمیته ایالت‌های فوق‌العاده اخیراً از هلاکت 2 ساکن در دره رومید و 1 ساکن ورزابقلعه بر اثر حادثه‌های ناخوش هنگام جمع‌آوری چکری خبر داد. 2 ساکن رومید در خیمه در بالای کوه بر اثر نفس کشیدن دود جان باختند. ساکن ورزابقلعه به یک جری سر و زیر شده است.